سلام. امروز با هم کتاب انسان طاغی نوشته آلبر کامو ترجمه مهبد ایرانی طلب رو میخونیم. امیدوارم از این خوانش لذت ببرید و همراه من باشید. ترور. سن ژوست، این معاصر ساد، سرانجام به توجیه جنایت میرسد. هرچند که از اصولی کاملا متفاوت با ساد آغاز می کند. سن ژوست بیگمان ضد ساد است. اگر دستورالعمل ساد این باشد، زندان را بگشایید و تقوای خود را ثابت کنید. دستورالعمل سن ژوست چنین خواهد بود. یا تقوای خود را ثابت کنید یا به زندان بروید. هر دو تروریسم را توجیه می کنند. مرد هرزه، تروریسم فردی و کاهن اعظم تقوا، تروریسم دولتی را. خیر مطلق یا شر مطلق با استدلال‌های خود هر دو به یک جا می‌رسند. بیگمان در ماجرای سن ژوست گونه‌ای دو پهلویی وجود دارد. نامه‌ای که در 1792 به ویلن دوبینیی نوشته، عنصر خلانه‌ای در خود دارد. این نامه سوگند وفاداری تعقیب کننده تحت تعقیبی است که با این اعتراف هیستریک به پایان می‌رسد. اگر بروتوس دیگران را نکشد، خود را خواهد کشت. شخصیتی چنین جدی، چنین سرد، چنین منطقی و پریشانی ناپذیر آدمی را وامی دارد که احتمال همه گونه انحراف و اختلال را بدهد. سن ژوست آن جدیتی را ابداع کرد که تاریخ 2 سده گذشته را چنین ملال‌انگیز و اندوهزا می کند. او گفته است کسی که در مقام ریاست حکومت شوخی کند متمایل به جباریت است. شعار شگفت‌آوری است، به ویژه آنگاه که آدمی در نظر آورد که صرف تصور جباریت چه کیفری دارد. این همان شعاری است که به هر صورت راه را برای سزارهای ملا نقطی هموار کرده است. سن ژوست خود نمونه است. حتی لحن سخن او قطعی است. سیل جمله‌ها و عبارت‌های آمرانه، آن شیوه قاطع که گویی مدام حکم صادر می‌کند، او را دقیق‌تر از نقاشی‌های وفادار به اصل برای ما تصویر می‌کند. جمله‌هایش چون وزوز زنبور همه یک نواخت است. تعریف‌هایش به سردی فرمان یکی پس از دیگری ردیف می‌شود. اصول باید میانه‌رو باشد و قوانین آشتی‌ناپذیر. این سبک گیوتین است. چنین تحجری در منطق به هر حال نیازمند شوری ژرف است. در اینجا هم باز شور وحدت را میابیم. هر طغیانی گونه‌ای وحدت را میطلبد. طغیان 1789 وحدت تمامی کشور را طلب میکند. سن ژوست خواب شهری آرمانی را می‌بیند که در آن عادات و حالات آدمی در توافق ابدی با قانون، عصمت انسان و این همانی طبیعت او را با خرد اعلام کند. و اگر جناح‌هایی برای آشفتن این خواب سر برآورند، شور و اشتیاق در منطق خود زیاده روی خواهد کرد. چون جناح‌هایی وجود دارند، کسی جرأت این تصور را به خود نخواهد داد که اصول به حدی درک ناشدنی نادرستند. جناح‌ها همچون جانیان محکوم خواهند شد، زیرا اصول خطا ناپذیرند. وقت آن است که هر کس با اخلاق و اشرافیت با ترور پاداش گیرند. اما تنها جناح‌های اشرافی نیستند که باید به حسابشان رسید. جمهوری خواهان هم هستند و هر کس دیگری که از اعمال مجلس قانونگذاری و کنوانسیون انتقاد کند. اینان هم گناهکارند، زیرا وحدت را تهدید می کنند. پس سن ژوست اصل بنیادی جباریت‌های سده 20 را اعلام می کند. میهم پرست آن است که به طور دربست از جمهوری هواداری کند. هر کس که در جزئیات با جمهوری مخالفت ورزد، خائن است. هر کس از آن انتقاد کند، خائن است. هر کس فعالانه از آن هواداری نکند، یک فرد مظنون است. چون نه خرد و نه اظهار آزادانه عقیده در برقراری منظم وحدت توفیقی به دست نمی آورد، باید به سرکوبی همه عناصر ناخالص پرداخت. بدینسان گیوتین منطقدانی می شود که کارش اقناع است. آدم رذلی که دادگاه به اعدام محکومش کرده است، میگوید که میخواهد در برابر ستم مقاومت کند. منظورش این است که در برابر سکوی اعدام مقاومت کند.
درک خشم سنجست دشوار است، از این جهت که تا زمان او سکوی اعدام دقیقاً چیزی جز یکی از آشکارترین مظاهر ستم نبود. اما در دل این هذیان منطقی، در نتیجه گیری منطقی این اخلاقیات تقوا، سکوی اعدام نماینده آزادی است. سکوی اعدام وحدت معقول را تأمین می کند. همچنین آن هماهنگی را که در شهر آرمانی حکومت خواهد کرد. سکوی اعدام جمهوری را پاک می کند و بدکرداری هایی را که برای نقض اراده همگانی و خرد جهانی بروز می کند از میان می برد. مارا با شیوهی متفاوت فریاد می زند. به حق من نسبت به صفت انسان دوست شک می کنند. وای چه بیدادی! و کیست که نمی تواند بفهمد من چند تا سر را قطع می کنم تا سرهای بسیاری را نجات بخشم. چند تا سر، یک جناح؟ البته و تمامی اعمال تاریخساز به همین بها انجام می شوند. اما مارا در حساب نهایی خود 263,000 سر طلب می کرد. او در جریان کشتار جمعی فریاد می‌زند: آنان را با آهن داغ مهر کنید، انگشت‌هایشان را قطع کنید، زبانشان را ببرید. این آدم انسان دوست شب و روز با یک نواخترین مجموعه لغاتی که می‌توان تصور کرد درباره ضرورت کشتن به قصد آفریدن چیز می‌نوشت. او در زیر زمین خود، در زیر نور شمع، در تمام شب‌های ماه سپتامبر و همزمان با اینکه پیروانش نیمکت‌های تماشاگران اعدام را در حیات زندان ردیف می‌کردند، برای اثبات مثال باشکوه انسان دوستی، درباره منظره سربریدن اشراف چیز می‌نوشت. نباید اجازه دهیم چهره فاخر سنجست با چهره بیروح مارا که میشله به حق مقلد روسو می‌خواندش حتی برای یک لحظه اشتباه شود. اما فاجعه سنجست دقیقاً همین است که با مارا دست اتحاد می‌دهد. هرچند دلایل او بس ژرف‌تر و عالی‌تر از دلایل ماراست. جناح‌ها به جناح‌ها می‌پیوندند، اقلیت به اقلیت‌ها و در پایان او حتی از اینکه سکوی اعدام در خدمت اراده همه هست یا نه اطمینان ندارد. اما دست کم سنجست حتی تا پایان تلخ زندگیش ایمان خواهد داشت که سکوی اعدام در خدمت اراده همگانی است، زیرا در خدمت تقوا عمل می‌کند. انقلابی چون انقلاب ما امر آرامی نیست، بلکه رعد و برقی است برای بدکاران. خدا چون رعد ضربه می‌زند، بیگناهی برق صاعقه است، برق صاعقه‌ای که عدالت را به همراه دارد. حتی عافیت طلبان در واقع بیش از دیگران ضد انقلابی‌اند. سنجست می‌گفت که فکر نیکبختی برای اروپا چیز تازه‌ای است. در پرانتز، عملاً این فکر برای خود او که تصور می‌کرد تاریخ در وجود بروتوس متوقف شده تازه بود. و به این اشاره می کند که بعضی از مردم تصور وحشتناکی از نیکبختی دارند و آن را با لذت عوضی می گیرند. پس به اینان نیز باید درسی داده شود. بنابراین مسئله دیگر مسئله اکثریت و اقلیت نیست. بهشت گم شده که همواره از سوی بیگناهی طلب شده در دوردست‌ها ناپدید می گردد. بهشت در غوغای جنگ‌های داخلی و خارجی گم می شود. سنجست به رغم طبیعت و اصول خیش چنین حکم می دهد که چون همه کشور در عذاب است، پس همه گناهکارند. سلسله گزارش‌های مربوط به جناح‌های خارج از فرانسه، قانون 22 پرریال، سخنرانی 15 آوریل 1794 در مورد ضرورت پلیس، مراحل این دگرگونی را آشکار می‌کنند. مردی که با چنان نجابتی تأکید می‌کرد که تا زمانی که در این دنیا یک ارباب و یک بنده باقی مانده باشد، زمین گذاردن اسلحه کاری ننگین است، همان کسی است که با تعلیق قانون اساسی 1793 و حکومت خودسرانه موافقت می‌کند. او در سخنرانی خود در دفاع از روبسپیر، آرمان و نسل‌های آینده را رد می‌کند و از مالاندیشی انتزاعی سخن می‌گوید. او در ضمن در می‌یابد که تقوا که خود از آن دینی ساخته، هیچ پاداش دیگری جز تاریخ و زمان حال ندارد و باید به هر بهایی که شده حکومت خود را بنیان نهد. او قدرت را دوست نداشت و آن را بیرحم و شریر می‌خواند و درباره‌اش می‌گفت به سوی ستم می‌رود بی آنکه اصل راهنمایی داشته باشد. اما اصل راهنما تقوا بود و از مردم ناشی می‌شد
و مردم چون خطا کنند اصل راهنما مبهم می شود و ستم شدت می گیرد. بنابراین گناه به گردن مردم است نه قدرت که به هر حال طبق اصول بیگناه است. این تضاد شدید و بیرحمانه تنها می تواند با منطقی افراطی تر و پذیرش قطعی اصول در سکوت و مرگ حل شود. سن ژوست دست کم به این خواست وفادار ماند و بدین ترتیب عظمت خود و آن زندگی مستقل را در زمان و فضا که با چنان شور و احساسی از آن سخن می گفت به دست آورد. در واقع او از مدت زمانی پیش احساس می کرد که خواسته‌هایش فداکاری تمام عیار و بی قید و شرط را از سوی خود او ایجاب می کند و گفته بود آنان که در این جهان دست به انقلاب می زنند، آنان که نیکی می کنند تنها می توانند در گور بیارامند. او با این یقین که اصولش برای رسیدن به پیروزی باید در تقوا و نیکبختی مردم تحقق یابد و شاید با این آگاهی که در طلب ناممکن است، از پیش راه بازگشت را به روی خود با اعلام اینکه روزی که از مردم ناامید شود خود را در حضور مردم خواهد کشت سد کرد. با این همه او ناامید می شود زیرا تردید نسبت به ترور دارد. انقلاب منجمد شده، قوت همه اصول کاستی گرفته. آنچه که بر جای مانده کلاه‌های سرخ توطئه‌گران است. اعمال ترور جنایت را به امری بی پرده تبدیل کرده. همان گونه که مشروب قوه ذائقه را از میان میبرد، حتی تقوا در روزگار هرج و مرج با جنایت متحد می شود. او می گفت که همه جنایت‌ها ریشه در جباریت که بزرگترین جنایت است دارد و با این همه خود انقلاب در رویارویی با لجاجت بیپایان جنایت به جباریت روی کرد و جنایتکار شد. بدین سان نه جنایت را میتوان از یاد برد نه جناح‌ها را و نه تمایل پست مردم به لذت را. مردم باید نومید و منکوب شوند. اما معصومان حکومت کردن هم ناممکن است. پس یا باید از شر رنج کشید یا به آن خدمت کرد. یا باید اصول را خطاپذیر اعلام کرد یا مردم و انسانیت را گناهکار شناخت. آنگاه سن ژوست سیمای اسرارآمیز و زیبای خویش را دگر می‌کند. ترک این زندگی که در آن آدمی یا باید همدست شر باشد یا شاهد خاموش آن از دست دادن چیز مهمی نیست. بروتوس که اگر نتواند دیگران را بکشد، باید خود را بکشد، با کشتن دیگران آغاز می کند. اما دیگران بسیارند. همه آنان را نمیتوان کشت. در این صورت او باید بمیرد و بار دیگر نشان دهد که طغیان چون از دست به در رود از نابود کردن دیگران به نابودی خویش باز خواهد گشت. این وظیفه به هر روی ساده است. کافی است پیرو منطق تا نهایت آن باشیم. او در سخنرانی خود در دفاع از روبسپیر اندکی پیش از مرگ اصل کرداری خود را که سبب محکومیتش می شود بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد. 2 نقطه. من متعلق به هیچ جناحی نیستم. با تمامی آنان خواهم جنگید. پس او تصمیم اراده همگانی به زبان دیگر مجلس را از پیش میپذیرد. او میپذیرد که به خاطر عشق به اصول و به رغم تمامی واقعیت‌ها بمیرد. زیرا نظر مجلس در واقع تنها زیر نفوذ استدلال و تعصب یک جناح میتوانست شکل پذیرد. اما مسئله عمده این نیست. آنگاه که اصول نادرست از آب درآیند، انسانها تنها یک راه برای نجات آنها دارند و آن این است که به خاطر آنها بمیرند. در گرمای خفه کننده پاریس در ماه ژوئیه، سن ژوست که آشکارا واقعیت‌ها و جهان را منکر است، اعتراف می‌کند که زندگی خود را به تصمیم اصول واگذار خواهد کرد. چون این را به زبان می‌آورد، به نظر می‌آید که درک گذرایی از حقیقتی دیگر به دست آورده است. سپس با رد مشروط همرزمان خود، بیو وارن و کلو دوربوا سخن خود را به پایان می‌برد. 2 نقطه. از اینان می‌خواهم که خود را توجیه کنند و از همه ما می‌خواهم که عاقل‌تر باشیم. سبک و گیوتین در اینجا لحظه‌ای از یاد می‌روند، اما تقوا از آن جهت که غرور زیاده از حد دارد، عقل نیست. گیوتین می‌خواهد بار دیگر به سردی و زیبایی نفس اخلاق بر آن سر فرود آید.
سن ژوست از آن لحظه که مجلس محکومش می کند تا لحظه‌ای که گردن خیش را زیر تیغ قرار می دهد در سکوت غرق می شود. این سکوت دراز از مرگ او پرمعناتر است. او از این شکایت داشت که سکوت بر اطراف تخت‌های شاهان حاکم است. به همین دلیل می‌خواست زیاد و خوب سخن بگوید. اما در پایان شگفت زده از جباریت و معمای مردمی که به خرد محض تن نمی‌دهند، خود در سکوت پناه می‌گیرد. اصول او نمی‌توانند شرایط اشیاء را بپذیرند و چون اشیاء و امور آنگونه که باید باشند نیستند، پس اصول او ثابت، ساکت و تنها هستند. رها کردن خود در دستان اصول به درستی مردن است. مردن برای عشقی ناممکن که ضد عشق است. سن ژوست می‌میرد و به همراه او همه امیدها به معبدی نوین. سن ژوست گفته است: همه سنگ‌ها برای بنای آزادی تراشیده شده اند. با همین سنگ‌ها می‌توان هم کاخ ساخت هم مقبره. اصول قرارداد اجتماعی بر برپایی مقبره‌ای که ناپلئون بناپارت به مهر کردن آن آمد حاکم بود. روسو که از عقل سلیم بی بهره نبود، به خوبی می‌دانست که جامعه تصوری قرارداد اجتماعی تنها شایسته خدایان است. جانشینان او جامعه تصوریش را جدی گرفتند و کوشیدند الوهیت آدمی را برقرار سازند. پرچم سرخ، مظهر حکومت نظامی و جلاد در رژیم قدیم، در 10 اوت 1792 به مظهر انقلاب مبدل شد. ژان ژورس درباره این جابجایی شایان توجه گفته است: ما مردم هستیم که قانونیم، ما طاغی نیستیم، طاغیان در تویلری هستند. اما به خدایی رسیدن به این آسانی ها هم نیست. حتی خدایان باستان هم با نخستین ضربت نمی مردند. انقلاب‌های سده 19 می‌خواستند به الغای نهایی اصل الوهیت دست یابند. پاریس برای اینکه بار دیگر شاه را تحت حکومت مردم قرار دهد و او را از برقراری دوباره اقتدار اصول باز دارد، قیام کرد. آن جنازه‌ای که شورشیان 1830 در اتاق‌های تویلری به دنبال خود کشیدند و بر تخت گذاردند تا به هزل به او ادای احترام کنند، هیچ معنای دیگری جز این ندارد. زمانی شاه می توانست مقام مورد احترامی باشد، اما اکنون دیگر اقتدار او مأخوذ از مردم و اصل راهنمایش منشور است. او دیگر اعلیحضرت نیست. اکنون که رژیم قدیم به طور قطع در فرانسه از میان رفته، رژیم نوین باید پس از 1848 خود را دوباره تصدیق کند و تاریخ سده 19 تا 1914 تاریخ بازگشت حاکمیت‌های مردم در برابر واپس‌نشینی پادشاهی‌های رژیم قدیم است. به بیان دیگر، تاریخ اصل ملت هاست. این اصل سرانجام در 1919 که سال ناپدید شدن تمامی پادشاهی‌های مطلقه در اروپا است، پیروز می شود. در همه جا حاکمیت ملت چه در قانون و چه در واقعیت به جای حاکمیت پادشاه می نشیند. تنها آنگاه است که نتایج اصول 1789 می تواند درک شود. ما بازماندگان نخستین کسانی هستیم که می توانیم به روشنی این اصول را قضاوت کنیم. ژاکوبن‌ها اصول ابدی اخلاق را تا بدان پایه قوت بخشیدند که چیزهای دیگری را که تا زمان آنان پشتوانه این اصول بودند از میان بردند. آنان همچون رسولان انجیل می‌خواستند برادری را بر بنیاد قانون تجریدی رومیان مستقر سازند. آنان قانون را جانشین فرمانهای دینی کردند، با این فرض که قانون باید از سوی همه به رسمیت شناخته شود، زیرا تبیین اراده همگانی است. قانون توجیه خود را در تقوای طبیعی می‌یابد و سپس خود به توجیه تقوای طبیعی می‌پردازد. اما در اینجا ناگهان جناحی خود را آشکار می‌سازد. این استدلال باطل می شود و ما در می‌یابیم که تقوا برای اینکه مجرد نباشد نیازمند توجیه است. به همین سان، حقوقدانان سده 18 با مدفون ساختن پیروزی‌های حیاتی و عادلانه مردم خود در زیر بار اصول خیش راه را برای 2 شکل معاصر نیست‌انگاری گشودند: نیست‌انگاری فردی و نیست‌انگاری دولتی.
در واقع قانون تا آنجا که قانون خرد جهانی باشد میتواند حکومت کند، اما قانون هرگز قانون خرد جهانی نیست و اگر انسان طبیعتاً خوب نباشد توجیه خود را از دست میدهد. روزی خواهد رسید که ایدئولوژی با روانشناسی برخورد پیدا کند. آنگاه دیگر قدرت مشروع وجود نخواهد داشت. بدین سان قانون برگرد محور عوضی گرفته شدن با قانونگذار و شکل نوین حکومت مطلقه خواهد گردید. آنگاه به کدام سو باید رفت؟ قانون به کلی از مسیر خود خارج شده است و با از دست دادن هرچه بیشتر دقت همه چیز را جنایت خواهد خواند. قانون همواره برترین حاکم خواهد بود، اما دیگر حدود ثابتی نخواهد داشت. سن ژوست پیشبینی می‌کرد که این شکل جباریت می‌تواند به نام مردمی خاموش اعمال شود. جنایت بی‌غرضانه تا حد یک دین برکشیده خواهد شد و جانیان بدل به سلسله مراتب مقدس خواهند گردید، اما این ناگزیر است. در صورتی که اصول اساسی هیچ بنیادی نداشته باشد، در صورتی که قانون بیانگر چیزی جز یک تمایل موقتی نباشد، پس تنها برای این به وجود می آید تا یا نقض شود یا تحمیل. ساد یا دیکتاتوری، تروریسم فردی یا تروریسم دولتی که توجیهشان عدم توجیه است، به محض آنکه طغیان خود را از ریشه‌های خویش جدا می‌کند و از هر گونه اخلاق معینی روی می‌گرداند، تبدیل به یکی از امکان‌های گزینش در میان سایر امکان‌ها در سده 20 می‌شود. آن جنبش انقلابی که در 1789 زاده شد، نمی‌توانست در آنجا متوقف شود. موجود برترین در نظر ژاکوبن‌ها وجود دارد، همان گونه که در نظر رمانتیک‌ها وجود داشت. آنان هنوز موجود برترین را در جهانبینی خود حفظ کرده‌اند. خرد هنوز به گونه‌ای ویژه واسطه است. خرد نظمی از پیش موجود را ایجاب می‌کند، اما موجود برترین دست کم از ماده خالی شده و به حد وجود نظری یک اصل اخلاقی رسیده است. بورژوازی در طول سده 19 تنها با نسبت دادن خود به اصول مجرد توانست حکومت کند. بورژوازی که از سن ژوست بی‌آبروتر است، این چهارچوب اصول را تنها به عنوان یک بهانه به کار گرفت و به موازات آن در تمام موارد ارزش‌های متضاد با این اصول را به کار بست. بورژوازی با فساد بنیادی و دورویی دلسرد کننده خود سرانجام به بی‌اعتباری اصولی که خود اعلام داشته بود یاری رساند. مجرمیت بورژوازی از این جهت بیکران است. از آن زمان که اصول ابدی به موازات تقوای قشری مورد شک قرار گیرند و آنگاه که هر ارزشی بی‌اعتبار شود، خرد بدون توجه به هر چیز دیگری جز پیروزی‌های خود دست به عمل خواهد زد. خرد خواهان حکومت می شود، آن هم در حالتی که همه چیزهایی را که وجود دارد منکر است و آنچه را که خواهد بود تصدیق می کند. سرانجام روزی به پیروزی خواهد رسید. کمونیسم روسی با انتقاد خشونتبار خود از هر گونه تقوای قشری و انکار هر گونه اصل متعالی، کار انقلابی سده 19 را تکمیل می کند. شاهکشان سده 19 جای خود را به استعلاکشان سده 20 می دهند که می خواهند زمین را به قلمروی بدل سازند که انسان بر آن حاکم باشد. حکومت تاریخ آغاز می شود و آدمی که خویشتن را تنها با تاریخ هویت می بخشد و به طغیان راستین خویش وفادار نیست، از آن پس خود را وقف انقلاب نیستنگارانه سده 20 می کند که همه شکل‌های اخلاق را منکر است و نومیدانه می کوشد وحدت نوع انسان را با سلسله توانفرسای قتل‌ها و جنگ‌ها تأمین کند. انقلاب ژاکوبن‌ها که می‌کوشید این تقوا را برقرار سازد و از این راه به وحدت دست یابد، انقلاب‌های بشرستیز را به دنبال خواهد داشت که چه راستگرا و چه چپگرا خواهند کوشید آن گونه به وحدت جهان دست یابند که سرانجام آیین انسان پی افکنده شود. همه آنچه که از آن خدا بود، از این پس از آن سزار خواهد بود.